خب سلام بچه ها، خوش اومد به این ویدیو. امروز اومدیم بدون مهدی ویدیو بگیریم، اولین ویدیومون بدون مهدی. آقا همینطور که میدونید توی سیزن جدید به علاوه یه لحظه به علاوه این کارت جدید رونین که فکر کنم من یه ذره دیگه بگیرم انشالله، نمیدونم مطمئن نیستم، یه مود جدید اومده که اسمش کیاسه. فکر کنم قبلا اومده بود و این مود خیلی چیز باحالیه و خلاصه فکر کنم که آره دیگه چیز بشه. این ایونت که کجا اومد؟ من تا حالا بازیش نکردم، نمیدونم شاید بازی کردم یادم دیگه کجا. نه من جدی تا حالا بازی نکردم. یه ترکیب خوب بچینیم. دارت خیلی از کارتا رو نمیشه و مگانایت رو میشه برداشت. مگانایت ای جانم مگانایت. خب بوله رو میتونم بردارم، بوله رو نمیتونم ببینم اصلا آدم ها خوب چی میتونم بردارم. ماجیک آرچر نمیتونم، الکترو ویزارد نمیتونم. فقط بعضی از کاراکترها میتونی بیاری تو کیاس، نمیدونم چرا. مینی پکا رو آیا بابا مینی پکا چی رو نمیتونم. ماسکتیر نمیدونم. لاگ میتونم دیگه، لاگ میتونم دیگه. فکر کنم به کارتا قابلیت خاصی مثلا میده، مثلا رویال دلیوری نمیتونم، کنن نمیتونم، گابلین برل میتونم. وای بعد ترکیبای رندوم بچینیم. از اینا اصلا نمیشه. اسکلت باید بشه بابا. گابلین کش ریج میشه، تومستون میشه. هیرو اِوولوشن اینا یختی. اوکی. گریویارد که قطعا بر نمیدارم. بالونم ای خدا چه بدونم. ویچ چی دارم بر میدارم خدای من. هاگراید بابا وین کاندیشن نداره یا رونجایه. کمک. اروز یه چیز کوچولو مثلا واینز نه نمیشه. اروز دارم که. زپ خب ترکیب خوبی که نیست ولی خب ترکیب دیگه چیکار کنیم. کاری نمیتونیم بکنیم. آقا من یه دونه وین بگیرم ویدیو تموم میشه. بلک اوت د سان استرانگر اند استرانگر. آره میخوام رون جاینت میخوام. رون جاینت اوکی. او ویزارد برداشت. هی باف میشه رون جاینت هم. وای دستم خورد زپ گذاشتم. زپه اشتباه بود. او نه هانتر. فارکرک کینگمون رو فعال میکنی؟ دمت هم گرم داداش. این طرف رون جاینت میرم، این طرف ماسکتیر میرم. اونو دارک پرینس داره. زپ فکر کنم اوکی باشه دیگه. زپ تسلاشم مگانایت آنلیمیتد جامپ اتکس قطعاً بی نهایت میپره. نه تا ابد فکر کنم میپره. آره قطعاً داداش من مگانایت برمیدارم. ای بابا ببینیم چی میشه. آقا من ببرم ویدیو تمومه. چرا این شکلیه؟ اوه مگانایت چقدر باحاله. اروز میتونم بزنم. چیپ یه ذره میزنیم به تابرش دیگه، مشکل خاصی نداره. زب نفهمیدم ویزاردش چی کار میکنه. الان من اگه نه همه ابیلیتی ها با همه، یعنی الان اگه من الان مگانا گارد اسپام میکنه. یا ابوالفضل فکر کن ویچ داشته باشه گارد اسپام کنه. مگانایت ای چقدر
ببینم چجوریه. ببینم چجوریه. پشمام. الکتروویزور میتونستم منم بیارم ولی خب نمیدونم. اوه 2 تا ویزارد. اما 2 تا ویزارد. زدم تا برشون. رون جاینت با مگانایت. اوه داداش بدبخت شدی. یه کوچولو بدبخت شدی داداش. یه ذره بدبخت شدی. مگانایت. اوه اسکلت اِوولوشن یا والبریکر. برو بینم. والبریکر. فکر کن تومبستون هستش والبریکر بیاد بیرون. بیا. مگانایت هم مرد. آره مگانایت هم مرد. حاجی دسته اول ببرم ویدیو سریع. این چیه؟ اینجا چه خبره؟ اما چی شد؟ چرا فایر کرکراش اینطوریه؟ مگانایت. فکر کن 3 ستاره کنم. والبریکرا. اما این فایر کرکراش چرا اینطوریه؟ خجالت بکش. آقا بردیم. مگانایت. آقا نه من فکر کردم از چیزی که فکر میکنم سخت‌تره. خب